آنگاه بنایی پیش آمد و گفت با ما از خانه سخن بگو. و او پاسخ داد و گفت از خیال خود کپری در بیابان بسازید پیش از آن که خانه‌ای در میان باروی شهر بنا کنید. زیرا همان گونه که شما پس اینگاهان به خانه می آیید، آن سرگشته تنها و دور افتاده ای هم که در شماست باز می آید. خانه هر کسی همان تن اوست، گیرم بزرگتر. این خانه در آفتاب می بالد و در آرام شب به خواب می رود و خوابش بی رؤیا نیست. آیا خانه از خواب نمی بیند و در خواب از شهر به میان باغ یا فراز تپه نمی رود؟ کاشکی می توانستم خانه های شما را در دست خود گرد بیاورم و آنها را مانند دانه در جنگل و چمنزار بیفشانم. کاشکی در رها کوی های شما بودند و راه های سبز کوچه های شما و شما یک دیگر را در تاکستان ها می جستید و با دامن های آکنده از عطر خاک می آمدید. اما اینها هنوز میسر نیست. نیاکان شما از روی ترس شما را بیش از اندازه به هم نزدیک نشاندند. آن ترس چندی دیگر دوام خواهد داشت تا چندی دیگر باروهای شهر شما همچنان کاشانه های شما را از کشتزارهایتان جدا می دارند. حاله مردمان اورفالس، به من بگویید مگر در این خانه ها چه دارید؟ آن چیست که در پس درهای بسته نگاه می دارید؟ آیا صلح و صفایی دارید؟ آن انگیزش آرامی که قدرت شما را آشکار کند؟ آیا خاطره هایی دارید؟ آن طاقهای درخشانی که قله های روح را به هم متصل سازد؟ آیا زیبایی دارید که دل را از ساخته های چوبی و سنگی به فراز کوه مقدس برد؟ به من بگویید آیا اینها را در خانه های خود دارید یا فقط آسایش دارید و شهوت آسایش؟ آن موذی نابکاری که به نام میهمان به خانه می آید و سپس میزبان و آنگاه خانه خدا می گردد. آری او رام کننده نیز می شود و با چنگک و تازیان خواهش های والای شما را همچون لعبتکانی به بازی می گیرد. گرچه دست های ابریشمین دارد، دلش از آهن است. شما را در خواب می کند ولی خود بر بالین شما می ایستد تا به شرافت تن پوزخند بزند. حواس سالم شما را به سخره می گیرد و آنها را مانند ظرف های شکستنی در میان خار و خس می گذارد. به راستی شهوت آسایش شور و شوق روح را می کشد. وانگاه با نیشخندی بر لب در پی جنازه به راه می افتد. اما شمای فرزندان آسمان، ای شما که در قرار بی قرارید، به دام میفتید و رام مشوید. خانه شما نباید لنگر باشد، باید دگل باشد. نباید قشر آبگونه‌ای باشد که زخمی را بپوشاند. باید پلکی باشد که از چشمی نگهبانی کند. بالهایتان را جمع مکنید تا از میان در بگذرید. سرتان را خم مکنید تا به سقف نگرید. نفستان را حبس مکنید تا مبادا دیوارها شکاف بردارند و فرو ریزند. در گورهایی که مردگان از برای زندگان ساختند زندگی مکنید. خانه شما هرچند مجلل و مزین باشد، راز شما را پنهان نمی دارد و خواهش شما را پناه نمی دهد. زیرا آنچه در وجود شما نامتناهی است در کاخ آسمان زندگی می کند که در و دروازه‌اش مه صبحگاهی است و پنجره هایش سرودها و سکوت های شب. آنگاه بافنده‌ای گفت با ما از پوشاک سخن بگو.